میندازه. فرصت برای بازیکنان استقلال خوزستان، فرصت برای استقلال، یه ضربه گل! آقای پور دروازه رو باز میکنه. استقلال خوزستان 1، پرسپولیس 0. در اختیار داره با محمدی جریمه میشه. فرصت برای استقلال، گل! آقای پور دبل میکنه در این بازی. حالا گل تساوی رو میزنه. یزدانی و امید ضربه برگردونه آقای پور در دوره قشنگ فصل دیگه حالا به دنبال تو آقای پور، خود آقای پور و توی دروازه. جان حالا اینجا ببینید چه اشتباهی کرد و جواد آقای پور کار رو به تساوی کشون برای استقلال خوزستان. ببینید یک بازی ثانی و استقلال سر ضرب خیلی تر و تمیز و قشنگ زده انصافا. مثال بلند اونجا جواد آقای پور و توی دروازه. به سمت چپ میبرن جلالی بند، یه ارسال، یه ضربه سر، فرصت برای استقلال خوزستان توی دروازه. خوزستان یه غفلت از خط دفاعی و گل زود هنگام استقلال خوزستان. سایش عالی، یه چرخش سریع، جایگیری اشتباه به سکوها.
بلند به وسط زمین، ضربه سر جواد آقایی پور که کنترل از بارانی. میرسه به زمین پرسپولیس، ضربه سر رو آقایی پور میکنه. خود آقایی پور چند متری با پشت مدافعین فولاد آقای پور میری در نامزی شدید گلا ولی با باز هم درخشیده کریستوفر کنیت یه باری که تو خیلی باز هم جواد آقای پور میاده محبت یه جنینه باز از زدن رو برمیگردونه. جریمه بهروز بارانی جواد آقای پور میره که در بازی اشتفاق بول میشه. فولاد و خوزستان کورنر ارسالی، فرصت ضربه سر روی خط دروازه رو بازیکن‌های هوادار به کمک علیرضا حقیقی برمیگردونن. فرصت مسلم 100% جواد آقایی پور بود که ضربه سرش میرفت گل اول بازی رو به ثمر برسونه. شمسازر و آرامش در نیمکت استقلال. آقایی میچرخه، ضربش رو هم میزنه، خطرناکه برای آقای پور. حالا آقای پور پشت یک و گلزن. خود آقای پور، آقای پور، خود جواد آقایی پور از این موقع چه استفاده خواهد بود؟ خود بهروز بارانی میشه محبتی جنینه بودتش داره امیر حسین غلامی رو جواد آقایی پور انجام نباشید بیشتری فرمایل سیاه رو برای جواد آقایی پور از سمت راست ایجاد میکنن. ارسال این بازیکن تو روی تیر دروازه فرود اومد. یه بار دیگه استقلالی ها آقای پور از حرکت میکنه فرصت برای امکان از خود جواد آقایی پور با پای چپ یه موقعیت تو تیرک دروازه برده. اینجا ارساله پای چپ آقای پور یک ضربه فوق‌العاده. فریبرز گرامی، خطرناک گرامی، اما یه لحظه هم سرخ و خطرناک روی دروازه هوادار. فرصت برای گل. توی دست پس حسین ساسی ارسال زمینی درون محوطه جنگه. یه بار که کم چپ می‌کنه آقای بلند جواد آقای پور پشت محوطه جریمه ضربه که زده میشه. یه بار که ارسال یه ضربه خود پیمان رنجبری یه پاس پشت محوطه فرصت شوتنی ضربه به دنبال تو آقای پور. خود جواد آقای پور، جواد آقای پور فرصت برای بازیکن استقلال و یک ضربه که یه خاص بازیکنان گلگهر حرکت رو به جلو. خود آقای پور، جواد آقای پور، آقای پور
زیبایی عبور میده توپ رو. حالا بازیکن تیم استقلال کوزه‌دار پنالتی. حرکت آقای پور میبره به سمت چپ. از سمت چپ رو داد به آقای پور رو حرکت کرد. خود آقای پور از همونجا ارسال روی دروازه. استقلالی ها میدن طیبی یه پاس پشت دفاع. آقای پور است و دروازه تراکتور. خود جواد آقای پور میتونه تموم کنه. یه پاس در دهانه دروازه. جواد آقای پور نگه میداره توپ رو. خود جواد برای رحیم ضعیفی توپ رو جلو گرفت. حرکت دیدنی آقای پور. جواد آقای پور حرکت قشنگی رو انجام داد. خود آقای پور آقای پور در ضد حمله. خود آقای پور سه بازیکن پرسپولیس رو احاطه کردن. خطا حامد پاکه توپ میده به جواد آقای پور. نگه میداره. پاس عالی برای حسین ساکی. حالا سمت چپ یه فرار خوب. یه موقعیت عالی برای استقلال خوزستان. آقای پور حالا بازیکن تیم جواد آقای پور